در مؤسسه دولتی دانشکده بین‌المللی خوجندی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان بخشیده به 34مین سالگرد استقلال دولتی همایش جمهوری برگزار گردید. در کار کنفرانسیای جمهوری علمی عملی در موضوع استقلال پاک سعادت‌آفر ملت وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی، استادان دانشگاه‌ها و رهبریت دانشکده بین‌المللی خوجندی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمودند. گفته شد که استقلالیت مهمترین دستاورد و بزرگترین نعمت به حساب رفته با شرافت استقلال دولتی تمام سمت و ساحه‌ها در مملکت رشد نمود. امروز مردم تاجیک در فضای آروم و آسوده وطن کار و زندگی نموده در رشد و شکوفایی سهم می‌گذارند. برآمدکنندگان از دستاوردهای ساحه معارف در زمان صاحب استقلالی یادآوری نموده ابراز داشتند که در همه مؤسسات تعلیمی شرایط مناسب تحصیل فراهم آورده شده و جوانان و نورسان توجه خاصه روانه شده است. امروز با شرافت استقلالیت جمهوری تاجیکستان تمام شرایط در تمام دانشکده و دانشکده‌ها فراهم آورده شده است. از آن جمله در دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری جمهوری تاجیکستان که همه ما شاهد آن گشتیم که 30 آگوست سال جاری مقصد دست سال در اونجا برگزار گردید، تمام امکانیت ها فراهم آورده شده است و با تشبث پیشوای معظم ملت در همین روز سنگ اساس و بنیاد دانشکده بین‌المللی خوجند گذاشته شد که من با باوری تام گفته میتونم که در آینده شرایط باز هم خوبتر نقصه برای جوان مهیا کرده بشود. با قناعتمندی گفته شد که در زمان صاحب استقلالی با تشبث و توجه خاصه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دانشگاه و دانشکده‌ها و دیگر بناهای مؤسسات تعلیمی جوابگو به طلبات روز بنیاد گردیده روند تحصیل مطابق با استانداردهای جهانی برآ مانده شده است. در همایش جمهوری در برابر ساحه معارف از دستاوردهای دیگر سمت و ساحه‌ها یادآوری کرده شد. تأکید گردید که بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون همچون انشاءات مهمی عصر محض در زمان صاحب استقلالی آغاز گردیده امروز در آن هزارها نفر از جمله متخصصان جوان کار و فعالیت دارند. با تاکید ناطقان 34 سال استقلال دولتی دوره رشد و شکوفایی و پیشرفت و مظفریت‌ها به حساب رفته در همه شهر و ناحیه‌های مملکت با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. از جوانان دعوت به عمل آورده شد که با استفاده از شرایط موجوده علم آموزند و در آینده به خلق و وطن صادقانه خدمت نمایند.